خب دوستانی عزیز، پیش از برنامه را گذاشتن یک برادر با ما مراجعت کرد. در اینترنت شبکه دولت در خرید ماشین ها مشغول است. ما سلکه کانال در زیر ویدیو میگذارم، با کدامت که ضرور است میتونین در این تماشا کنین یا اینکه ماشیناتون را در فروش مونین یا اینکه از اونجا ماشین خریداری کنین، میتونین از شبکه ان همین برادر دسترس نمایید. سلکه در زیر ویدیو در اومده آبونه شوین، دستگیری کنین برادرم خیر با کارتونه ان شاء الله که سبک میکند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله العظيم. سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان عزت احمد ز قرآنش نمی گردد جدا تا بیابی معنی این نکته را. قرآن بخوان نقش قرآن تا در این عالم نشست نقش های کاهن و پاپا شکست. فاش گویم آنچه در دل مضمر است این کتاب نیست چیزی دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جهان دیگر شود.
گر همه خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن، بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن. این کلامی الهی است باشد صدای قرآن، این کلامی الهی است باشد صدای قرآن. درسی که درس دین است شیرین و دلنشین است، درسی که درس دین است شیرین و دلنشین است. آیین ما همین است برنامه های قرآن، آیین ما همین است برنامه های قرآن. پس این زمین و آسمان، دریاها و کوهستان، پس ما بخواندیم قرآن از دوزخ یابیم امان. سستی مکن جور جان در دست بگیر تو قرآن، سستی مکن جور جان در دست بگیر تو قرآن.